حکایه مادر. پسری از مادرش پول خواست، اما مادر به او پول نداد. میدانست که پسرش پول را در جایهای بیهوده صرف می کند. پسر را قهر و غضبش بالا شد، به اتاقش درآمد. پس از چندی مادر در آشخانه مشغول به خوراک پزی بود که پسر آمده در نزد در آشخانه راست ایستاده، ورقی را برآورد و خواند: یکمین مبلغی که من در مدت این هفته خانه را میروبم 70 سامانی. دویم مبلغی که به جای تو به بازار میروم 20 سامانی. سیوم مبلغی که دادرم را نگاه بین میکنم 20 سامانی. چهارم مبلغی که در روبیچین خانه به تو کمک میکنم 20 سامانی. پنجم مبلغی که در مکتب با بهای خوب میخوانم 70 سامانی. همه این را جمع کنیم 200 سامانی می شود. این هفته باید به من بدهی. مادر لبخند زده ورقش را از دست پسرش گرفته در پشت آن می نویسد: یکم مبلغی که 9 ماه در شکمم گردانیدم این بی بهاست. دویم مبلغی که 20 ماه تو را از پیستانم شیر دادم این هم بی بهاست. سیوم مبلغی که در طول خردسالیت تو را شستشو می کردم و لباست را عوض می کردم این هم بی بهاست. چهارم مبلغی که شبهایی که بیدار خوابی می کردم در حالت بیماریت تا صبح این هم بی بهاست. پنجم تا امروز تمام سر و لباسی که برایت خریدم اینها همه به حسابند. ای پسرم، اینها همه یک سو. آن محبتی که نسبت به تو دارم نرخ ندارد. پسر نوشته های مادرش را دید، چشمانش پر از اشک شد و به سوی مادر نگریسته گفت: مادر مرا ببخش. سپس ورق را گرفت و با خط کلان در زیر نوشته های مادرش نوشت: قرضی است که هرگز ادا کرده نمی توانم. بله برادران و خواهران اسلامی، مادر چقدر محبت و مهربان و غمخوار است نسبت ما. برادران، به قدر زحمت هایی که مادرمان برای ما و شما میکشند باید برسیم. به حرمت و احترامشان را به جا آریم. بیهوده نگفتند بهشت زیر قدم مادران است. حکایه را نقل کرد کریمزاده شهرام.